سلام دوست خوبم، امیدوارم حال دلت عالی باشه. به یک ویدیوی دیگه از چنل دکتر فائزه خوش اومدی. امروز یک موضوع جذاب و چالش برانگیز داریم. موضوعی که میتونه نگاهتون رو نسبت به زندگی تغییر بده. راستش یه سوال مهم از شما دارم. آیا میدونید فقط تعداد کمی از افراد 60 تا 70 ساله هستن که میتونن 5 کار ساده اما خاص رو انجام بدن که این نشون دهنده سلامتی ذهن و بدنه. اگه تو این گروه سنی هستی و میتونی این 5 کار رو انجام بدی، بهت تبریک میگم، تو یک شاهکار زنده. اما اگه نه، نگران نباش، من در کنارت هستم و راهکارهایی رو بهت آموزش میدم که بتونی این 5 کار رو انجام بدی و سلامتی و زندگی با کیفیت رو در خودت تضمین کنی. حالا بهم بگو به نظرت این 5 تا کار چیا هستن؟ حاضری این چالش رو با من شروع بکنی و سلامتی و زندگی با کیفیت رو تا 100 سالگی و حتی بیشتر تضمین بکنی؟ اما داستان این ویدیو به همینجا هم ختم نمیشه. من قراره بهت یه نوشیدنی خونگی آموزش بدم که اگه فقط 2 هفته اون رو هر روز صبح به جای صبحانه استفاده بکنی، میتونه انرژی و شادابی رو بهت برگردونه، بدنت رو تقویت کنه و سلامتی تو رو تضمین کنه. دوست عزیزم، برخلاف ویدیوهای قبل این دستور خونگی رو در ابتدای ویدیو بهت آموزش میدم تا مطمئن باشم که همه شما به این دستور جادویی دسترسی داشتین. اما قبل از شروع ویدیو ازت میخوام که حتما این رو برای دوستان و عزیزانت هم ارسال بکنی که شاید اطلاعات اون بتونه امید تازه‌ای رو در زندگیشون به جریان بندازه. و همچنین یادت نره اگه عضو خانواده سلامتیمون نیستی، همین الان چنل رو سابسکرایب بکن و زنگوله رو روی اول قرار بده. ما خوشحال میشیم که تو رو هم در جمع خانوادگی و صمیمانه خودمون داشته باشیم. خوش اومدی دوست من. اما طرز تهیه این نوشیدنی خانگی چیه که میتونه قدرت و جوانی و شادابی رو به شما برگردونه؟ کافیه فقط اون رو هر روز صبح ناشتا برای 2 هفته امتحان بکنی. فقط اگه دیابت داری این نوشیدنی رو باید تحت نظر پزشکت استفاده کنی. اما برای تهیه این نوشیدنی باید از شب قبل 1 قاشق چایخوری زردچوبه رو با 1/4 قاشق چایخوری پودر دارچین سیلان و در نهایت 1 قاشق غذاخوری عسل طبیعی و خام مخلوط بکنید. بذاری از 1 شب تا صبح بمونه و صبح اون رو داخل 1 لیوان آب ولرم بریزی. بهتره مقدار آبی که قراره بنوشی 250 میلی لیتر باشه. اون رو خوب مخلوط بکنی و در نهایت نصف لیموی تازه هم به اون اضافه بکنی. حالا نوشیدنی تو آماده شده. اون رو به عنوان وعده صبحانت برای 2 هفته استفاده کن. بهت قول میدم تغییرات شگفت انگیز رو در بدنت مشاهده میکنی و نتایج رو در کامنت ها با من به اشتراک میگذاری. حالا وقتشه این فعالیت های ساده اما خاص رو با هم دیگه بررسی کنیم. اولین فعالیت انجام پیاده روی روزانه به مدت 30 دقیقه، اون هم بدون خستگیه. شاید بگی این کاری نداره، اما منظور ما یک پیاده روی هدفمند با سرعت متوسطه، جوری که به نفس زدن نیفتی و انجام این فعالیت برات طاقت فرسا نشه. پیاده روی یکی از فعالیت هاییه که اگه شما میتونین اون رو انجام بدین، نشان دهنده سلامت قلب و بدن قوی هستش و میتونه سلامت شما رو در ادامه زندگی تضمین بکنه. دوست عزیزم، پیاده روی رو به سبک زندگیت اضافه بکن. یکی از راحت ترین ورزش هاییه که میتونه بر روی سلامت عمومی بدن تاثیر بگذاره. یک تحقیق نشون داده افرادی که روزانه 30 دقیقه پیاده روی میکنن، احتمال بیماری های قلبی و مرگ زودرس در اونها 50% کمتره. همچنین انجام این ورزش میتونه پاهات رو قوی بکنه و استخوان‌های مستحکم و عضلات قوی رو بهت هدیه بده. همونطور که میدونی من در یکی از ویدیوهام به اون پرداختم که پاها اولین قسمت بدنمون هستن که دچار ضعف میشن و از کار افتاده میشن.
و اینها ستونهای بدنمونن. ما بدون پاهامون نمیتونیم به راحتی به زندگی ادامه بدیم. اگه نمیتونی این کار رو انجام بدی نیازی نیست نگران باشی. چند تا راهکار ساده وجود داره. بهتره از 3 روز در هفته شروع بکنی و روزانه 5 تا 10 دقیقه پیاده روی هدفمند داشته باشی. یه پیاده روی هدفمند جوریه که تو در بینش با کسی صحبت نمی کنی. بر روی گام ها تمرکز کردی و سعی میکنی دم و بازدم عمیق و آهسته به طور مرتب انجام بدی. اما بهتر این کار رو همراه با یکی از اعضای خانواده یا دوستانت انجام بدی و در یک محیطی باشه که شاد باشه، مثل یک پارک یا یک محل مناسب. من در چنل هلس وایپ در اینستاگرام موجوده به توضیح میدم که چطور چالش های سلامتی کوچیک میتونن برای تحولات بزرگ رقم بزنن. به عنوان مثال اگه شما فقط از 10 دقیقه پیاده روی از همین امروز شروع بکنی و هفته‌ای فقط 1 دقیقه بر اون میزان افزایش بدی، بعد از 1 سال تو داری روزانه نزدیک به 1 ساعت پیاده روی میکنی که این عدد قابل توجهیه. تو فقط با 30 دقیقه پیاده روی روزانه میتونی سلامت خودت رو تضمین بکنی. اما فعالیت دوم بلند شدن از روی صندلی بدون کمک گرفتن از دست هاست. شاید بگی این کاری نداره، اما اگه یه بار به نحوه بلند شدن خودت توجه بکنی شاید متوجه بشی که داری مدام از دست هات کمک میگیری. این نشان دهنده اینه که تعادل شما دچار اختلال شده و پاهاتون دارن به مرور ضعیف میشن. از همین حالا جلوی اون رو باید بگیری. برای اینکه بتونی سلامتیت رو تضمین کنی بهت پیشنهاد میکنم به برنامه روزانه‌ات انجام حرکت اسکوات و بالا رفتن از چند پله رو اضافه بکنی. حرکت اسکوات همونطور که دارین در تصویر مشاهده میکنین به این صورته که شما سعی میکنین به حالت نشسته قرار بگیرین. شما نیاز نیست تا این حد در حالت نشسته قرار بگیرین یا بخواین از یک وزنه استفاده کنین. حالت نیمه نشسته هم برای تقویت عضلات پاهاتون کاملا مفیده. اما نکته اینه که باید توجه بکنی زانوها جلوتر از پنجه پات قرار نگیرن. اما دومین اقدام اینه که روزانه سعی کن 2 تا 5 بار روی صندلی بشینی و بلند شی. این میتونه تعادلت رو تقویت کنه و پاهات رو مستحکم. یک مطالعه نشون داده افرادی که میتونن این فعالیت رو انجام بدن احتمال این که بتونن تا سنین بالاتر سالم و بدون بیماری زندگی کنن بسیار بیشتر از سایر افراده. و فعالیت سوم اینه که شما بتونید در این سنین خوب بخوابید و با انرژی از خواب بیدار شید. خیلی از افراد در این سنین دچار کم خوابی میشن. مشکلات خواب اونها رو اذیت میکنه و از بیخوابی یا کیفیت پایین خواب خودشون رنج میبرن. دوست عزیزم، نتایج مطالعات دانشکده پزشکی هاروارد نشون داده افرادی که شبانه بتونن 6 تا 8 ساعت با کیفیت بخوابن میتونن التهاب رو در بدنشون کاهش بدن، قدرت حافظه‌شون رو تقویت بکنن و همچنین از بیماری‌های مزمنی مثل فشار خون بالا و دیابت جلوگیری بکنن. اما اگه نمیتونی درست بخوابی بهت چند راهکار ساده آموزش میدم که مطمئناً تاثیرگذاره. اما باید یادت باشه که اینها رو به صورت مستمر اجرا بکنی. اول اینکه حتما در 1 ساعت مشخص بخوابی و در 1 ساعت مشخص بیدار بشی و شرایط مختلف نتونه تو رو تحت تاثیر قرار بده. این باعث میشه بدنت وارد یک روال مشخص بشه. در کنار اینها حواست باشه 1 ساعت قبل از خواب از نور آبی گوشی موبایل و تلویزیون و تبلت و مواردی از این دست خودداری کن. همچنین قبل از خوابت 5 دقیقه حرکات ورزشی کششی انجام بده تا گردش خون در بدنت بهبود پیدا کنه. در نهایت هم به یاد داشته باش همواره 1 ساعت قبل از خوابت از دمنوش بابونه، گلگاو زبان، بادرنج بویه و یا سنبل و تیب استفاده کن. اینها میتونن الگوی خوابت رو منظم کنن و یک خواب خوب رو بهت هدیه بدن. اما فعالیت شماره 4 اینه که تو بتونی همه چیز رو به خوبی به یاد بیاری. اگه به تازگی متوجه شدی خیلی چیزای ساده‌ای مثل خرید کردن یا تاریخ تولد عزیزانت رو داری به راحتی از یاد میبری،
وقتشه که از بروز آلزایمر یا پارکینسون جلوگیری بکنی. طبق تحقیقات اگه شما همواره مغزتون رو در حال فعالیت و یادگیری موضوعات جدید قرار بدین، این باعث میشه که از بیماری‌های دژنراتیو مغز جلوگیری بکنید. خب حالا چی کار میتونی بکنی برای اینکه از پارکینسون و آلزایمر جلوگیری بکنی؟ همواره باید سعی بکنی یک فعالیت جدید رو آموزش ببینی، مثل آموزش یه زبان جدید یا آشپزی خاص یا یک ساز موسیقی رو یاد بگیری. اینها باعث میشن که مغزت همواره پویا و فعال بمونه. و در کنار این سعی کن گفتگو و معاشرت با خانواده و دوستات داشته باشی. این نه تنها باعث میشه که بهت خوش بگذره، در کنار اینها قدرت حافظت رو هم تقویت میکنه. و یادت باشه از بازی‌های فکری غافل نشو. جدول کلمات متقاطع، شطرنج یا بازی‌های فکری آنلاین رو همواره انجام بده. و آخرین کار ساده اینه که شما بتونی فعالیت‌های روزمره رو بدون خستگی و با انرژی انجام بدی. انرژی کم و ضعف عمومی یکی از مشکلات شایع در بین سالمندان ماه که به خاطر کم آبی، تغذیه بد و نشستن طولانی مدت ایجاد میشه. اگه تو بتونی انرژی و شادابیت رو بالا و با کیفیت نگهداری، میتونی سلامتیت رو تضمین بکنی. حالا برای این کار باید اول یک رژیم غذایی خوب داشته باشی. یکی از گروه‌های غذایی که سالمندان ما اون رو مورد غفلت قرار میدن پروتئینه. دوست خوبم، باید تو به اندازه کافی از گروه پروتئین ها استفاده بکنی. در کنارش میوه و سبزیجات برگدار سبز، همچنین غلات کامل و آجیل ها رو هم فراموش نکن. دومیش اینه که تو به مقدار کافی آب نمی نوشی، فقط اکتفا کردی به اینکه کی احساس تشنگی بکنی، در حالی که با افزایش سن احساس نیاز به آب در ما کاهش پیدا میکنه. شما باید به صورت منظم آب بنوشین و این مقدار باید 2 لیتر روزانه باشه. کم آبی میتونه شما رو در معرض مشکلات کلیوی و سایر مشکلات پیچیده تر قرار بده. همواره یه بطری آب کنار خودت داشته باش و کمی زنجبیل یا لیموی تازه یا نعنا به اون اضافه کن تا طعمش رو برای خودت دلنشین بکنی و سعی کن با یک روال مشخص آب بنوشی. و نهایت سعی کن در طی روز 5 دقیقه رو به تنفس عمیق یا مدیتیشن اختصاص بدی. خیلی از اپلیکیشن ها وجود دارن که شما با نصب اونها میتونید مدیتیشن ها رو انجام بدیم و اینها شما رو راهنمایی میکنن. انجام تنفس عمیق رو هم قبلا بهتون آموزش دادم. سعی کنید با بینی خودتون برای مدت 3 تا 5 ثانیه عمل دم رو انجام بدید. سپس برای 3 ثانیه عمل بازدم رو با لبان قنچه‌ای انجام بدید. این حرکت باید جوری باشه که شکم شما بالا و پایین بره. دوست عزیزم، شاید انجام این فعالیت ها در ابتدا برای سخت به نظر بیاد، اما شروع کن. هر چقدر هم که گام هات کوچیک باشن، باز هم میتونن برای تو تحولات بزرگ رقم بزنن. دوست عزیزم، برات آرزوی شادابی و سرزندگی دارم. ویدیوی بالا حقایق تکان دهنده در مورد فشار خون بالا رو بهت میگه. اونا رو از دست نده. ویدیوی پایین رو هم به تازگی آپلود کردم. تا ویدیوی بعدی مراقب خودت و عزیزان دلت باش. بدرود.